مریض شدم، خودمو سرزنش میکنم که چرا مریض شدم، چرا من مریض شدم، چرا این زندگی منه، چراهای بی‌پاسخی که فقط به من احساس گناه میده، احساس عدم کفایت و لیاقت و بی‌ارزشی و آسیب به عزت نفس میده. حالا حالم خرابه، میرم غذا میخورم، زندگی بدی میکنم، حالم خرابتر میشه، سرزنشگریم بیشتر میشه. سرزنشگری بیشتر، بیماری بیشتر، سرزنشگری بیشتر. توی باطلاق کاهش عزت نفس و بیماری و سرزنش از بیماری گیر میکنم. اما چیکار کنم؟ چگونه رو جایگزین چرا کنم؟ چگونه میتونم سریعتر خودم از این حالت خارج کنم؟ چطوری میتونم سالم و سالمتر بشم؟ چطوری میتونم راحتتر، سریعتر و بیشتر سالم بشم؟ چراهای بی‌پاسخ از خودتون نپرسید. چطوری‌های هدفمند از خودتون بپرسید. به جای طرح مسئله، بیاید طرح حل مسئله رو انجام بدید. ذهنتون رو به سمت سلامتی، آگاهی و فراوانی سوق بدید تا قفل‌های زندان ذهنتون باز بشه.